در مسئله حفظ دینتان، حفظ متنها ضعیف نباشد. بله انسان بعضی وقت مشغول میشد، بعضی وقت سست، بعضی وقت مریض، بعضی وقت ضعیف، لیکن انسان همه وقت باید دومین مراتبه گشته قوی شدن رو باید در خودش داشته باشد. خسته شدی دم گیر، با خیز با کار ادامه بدی. علم آموزید برادر عزیزم، علم آموزید. از گفتن گپ‌های بیهوده گشتن بس است. علم آموزید، علم‌های این مقدماتی مهم آموزید. هر یکی شما میتوانید که دعوتگر باشید، به دین الله خدمت کنید. این دین الله سبحانه و تعالی احتیاج به نصرت شما دارد. خاموش نباشید. هر یکی شما این فرصت رو دارید، این شانس رو دارید، میتوانید که آموزید، در همون درجه خودتون دعوت کنید، در همین درجه چیزی که میدانید. پیامبر گفتن بلغوا انی ولو آیه، اگر چی گویت دانی به از من رسون. برادر عزیزم، اهل توحید خواهرها، وقتی خدا برای آموختن صرف کنید، دور نشوید، همراه علما باشید، حفظ کنید. و این دیروز حفظ کرده شما را دیدیم، امروز بین خصوصا شدیم. جزاکم الله خیر. الله علم نافع رو به من، به شما، به فرزند ما و شما نصیب کند. الله سبحانه و تعالی ما را از علم غیر نافع دور کند. به الله پناه میبریم از فتنه های باطنی و ظاهری. به الله پناه میبریم از مردم اهل فتنه. به الله سبحانه و تعالی از جهل، از خباثت، از رذالت، از بی‌مدنیتی و بی اخلاقی به الله پناه میبریم. الله ما را مسلمان موحدی صادق، موحد، یکتاپرستی ثابت قدم با یقین قرار بدهد و ما را با حلالش از حرامش نگه دارد و بینیاز کند از حرام به سبب حلال. الله سبحانه و تعالی در قلب ما محبت مسلمین را، دوستداری مسلمین را، احترام مسلمین را زیاده کند و آداب و اخلاق و این چنین با توحید عمل کردن و زندگی کردن را نصیب بگیرد و از تمام این صفت‌های پست، صفت‌های نوجوان مردانه یا صفت‌های رذیلی پستی، این فتنه و این و آن، الله سبحانه و تعالی ما را نجات بدهد و صفت‌های که صفت‌های بهترین اخلاق پیامبر داشتند، شجاعت، صداقت، جوانمردی، این صفت‌ها را الله سبحانه و تعالی به ما نصیب بگیرد.